با سلام، خسته نباشید خدمت شما دوستای عزیز، کسایی که چی در داخل چی در خارج از وطن ما را میبینید. ما فعلا در ولسوالی بورکه هستیم، در موقعیت فلول، همون جایی که واقعا مردمش مصیبت دیده، در عمق فاجعه. اینجا واقعا خانه کلان تخریب شده، هیچ چیز برای از این مردم نمانده، زندگی از این مردم کلان از بین رفته. قسمی که شما میبینید چهار طرف ما کلان دشت است و خیمه است، پشت سر پیشوی من همین رقم وضعیت است. مردم اینجا قشلاق بوده، این رو هم قشلاق بوده و اوسون هم قشلاق بوده. کلان فلول از سیل برده، سیلی که از مسیر سای هزار آمده، او سیل بسیار شدید بوده و کلان تخریب کرده. چیزی از این برای مردم نمانده. فقط این مردم دوستای عزیز از اکثریت فامیل از یا شهید است، 2 نفر 3 نفر 4 نفر، حتی فامیل را ما پیدا کردیم اینجا که 11 نفر شهید است دیگه. فقط این مردم لباس مانده و تن سالم و زخمی هم دارن. وضعیت خیلی خراب است دیگه. ما در کنار دوست عزیز ما هستیم که ببینیم این دوست ما کی است، از کجا آمده، چه کاره است، همیشه زندگی میکنه. بیادر مانده نباشید. شما خوب هستید؟ خوب هستید؟ میشه خود معرفی کنین لالا؟ سلام و احترامات خدمت همه دوستایی که ما را میبینن. صبرالله نام دارم، از زمین قریه فلول ولسوالی بورکه ولایت بغلان هستم و همین مسجد را که میبینید در روزی که سیل آمد و این خانه رو ویران کرد، من سر همین بام همین مسجد بودم و هم یک ویدیو هم که در شبکه‌های اجتماعی زیاد نشر شد و که حالا ما خانه فلانی را سیل برد، در خانه فلانی را سیل برد، خانه نور احمد را برد، معلم رحمت را برد، را برد، دار و ندار مردم فلول را برد. و نمو ویدیو صدای ماست و ما خودم فیلم برداری کردیم و این صدا هم به خاطر از این نبود که ما شاید آخری زندگی ما باشد. همین تو تصور و در ذهنم همین چیز میگشت که یک پیام ماندگار از ما آنم در واتساپ روان کردیم که بانم خدا را سپاسگزار هستیم که به ما عمر دوباره داد که ما نفس کشیدیم و امروز سر پای ایستاده هستیم و زندگی میکنیم. یک دنیا سپاسگزاری میکنیم و تشکر میکنیم از بارگاه ایزد منان دیگه. اینمی دره فلول که میبینی تقریبا حدود 600 خانه کاملا تخریب شده، کاملا دیگه. حدود 700 خانه قسمی تخریب است. او خانه های دیگه زمین زراعتی خو از بین رفته. من یک تصویری که از مجموع 3 روز پیشتر از این تپه بلند از فلول دارم، او را در اختیارتان قرار میدم که او را شما ببینید. این قسمت ها جز سرسبزی هیچ چیز دیگه نیست. این باغ است و این مکلنده، این مسجد است و این قسمت ها سرسبز است و گندم است. اونجا فارم مرغ ما بود، یک فارم داشتم حدودا 1800 مرغ رسیدگی. ایشا 1000 کیلو سودا کردم دیگه. از اون کلگی تمه این سیلی که خوناشامی که در روز جمعه ساعت 4 بجه در فلول سرازیر شد و نموشد دیگه. اینی اولینا این قسمت این خیمه که است، این میشه بسته این خانواده را برد. خدا را شکر که اینا را کلش زخمی و زده و چی از سیل بیرون شدن دیگه. اینی خانه دیگه روبروی پایین مسجد معلم رحمت نام داشت. این خانه را تفلک‌های درون مسجد بود و از درون مسجد مسیحاسرایی را که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، مسیحاسرا را ما از درون مسجد کشیدیم بالا کشیدیم و تا مسجد هم تا اینی قدر تعلقشان تا فرقشان از سیل و گل و لای و این گپا بود. در مو تصویر چیزی را که دیدین اون تصویر و واقعیت‌های عینی و تصویر ما برای شما قصه میگم. تشکر بیادر. این دقیق ساحه چقدر شما شهید دارین، چقدر زخمی دارین؟ و 72 نفر مجموعی 3000 ارقام دقیقی که ارقام دقیق فلول 72 نفر شهید است، بالاتر از 280 نفر زخمی. دوستای عزیز خانه کلان تخریب شده، موترهای مردم وسایل. از خو یک کاکای من نمیشه خلیفه ارسلان هم داره، 2 تا موترش هم یال زیر گل لای است. مثل از او تراکتور مردم، موتورسیکل خو چی مواشی، گاو، گوسفند، بز، بغزاله و دیگه مرغ، این گپا کلگی از بین رفته، تلف شده. ما در پیشروی مسجد بودیم، از همون طرف دور کردیم، این طرف یک فارم مرغ داشتم، فکرم زیاد دمو بود که یک سرمایه همجا بود. از طرف که دور کردم دمیجا می آمدم، جریان از که آمدم این طرف معلومم میشه، سایلش کردم که یک دفعه سیل وار داشت، باز پس دور کردیم کاکایم دم بود، ما پیش سرش یک دفعه از یک قرصاز شد و اتاق حجره مسجد چپش شد. تفلکا و جمع سیاسرها 7 سیاسر مانده بود، اینا داخل مسجد بودن. خط یک آدم دیگه و گارد کلینیک است. ما دم بودم، پس دور کردم این طرف، دیدم که میبره، باز جان خب بسیار یک چیز شیرین است.
از همین دو چوب از همینجا یعنی تو از این دو چوب اینو دو قایم گرفتن این تو محکم قایم گرفتم سیل میزنه دیگه بسیار خطرناک وضعیت بود. میکاکایم باز مال مرا میگه که چرا دم دست ننداختی؟ من گفتم وقتی نبودی دست بندازم. خلیفه عزیزالله کاکا ما 2 مرتبه میجا چپکدش تا این میجا 2 مرتبه کردم. خوب بود که سیل این تو خاو کرد. اونمو اتاق پختکاری هم به نظر مورا گرفت. بعد از زمین رو آیستا آیستا برآمدیم بالا برآمدیم. در اونجا باز دمی وقت دیگه این تفلک‌ها در اینجا بود یک گارد کلینیک بود یک تا از اینجا کشیدن چادر زنا را دستمان جور کردیم در کمر طفلا بسته کرده بعد بالا کش کردیم. همین طفلا را کشیدیم که ویدیوش در پیش خودم است و صدای خودم. این ما با خاطر ازی نگرفتم که نشر بکنم جایی ولی با خاطر ازی گرفتم که یک چیزی ماندگار شاید بانه. خیر از حال خود اگر زنده ماندیم زنده اگر نه مردیم هم باز یک چند تا دیگه پیدا شود به یک 5 سال دیگه زود ما حداقل صدای ما زود خاموش نشه. به همین اساس همین کار کردم. خود اول خدا نجات داد اینا را. دوم عاملی اصلی که سبب شدیم که ما از در تفلک‌ها را در لای بکشیم ان شاء الله ما بودیم. تشکر. از خداوند اجرش هم می‌خوایم. هیچ چیز دیگه نه. بخیر باشید. و امو کلید بسیار غوغا کرد. تلفن مرا چیه؟ تلفن مرا نامدی؟ چی میگه خانم؟ بوی بیادر است. کجا محمد؟ در کجا من مونده بودی؟ اول در اونو در تاریکو در اونو برینگ سینما بیتی تو چیره بسرگاه مسافر گرفته برمدیم برای داخل مسجد آمدیم میاد که قصد شد شهر مدد کاتی بیون کاکا بیلا در اکان گرفت های مسجد به هم سر راشید من در دانا خونمانی برای چوبا اکان گرفت محمدم از اینا نه. خب دوستا ما در کنار یک مادر هستیم که ما در سر زمینش خانهش و از خانه از این مادر هم چیزی باقی نمانده و بهتر همی است که ما از زبان خود مادر ببینیم. مادر جان سیلاب چقدر بر شما آسیب رساند و یک چقدر خساره بر شما رساند؟ چقدر شهید زخمی دارین اینجا؟ جاره میگه خاله جان دمی خون یار میگه گفته کلمه اتا را کشت میکردیم غریبی میکردیم زغیر میکردیم گندم میکردیم غریب آدم بودیم بوی نبودیم خاک پای عالم بودیم یادم که تکام دب قاوله کبیس خودم میتونم 4-5 دانه دختر دارم یک دانه بچه داشت. سیل که آمد کجا بودی خاله؟ وقتی سیل آمد در خانه شدن پیشنا خونم در خانه شیشتیم قطی بچه قطی یه درگاه هم ندارم شو هم شهید بچه هم شهید قطی بچه در خانه شیشتیم هم خواهد نبودیم میبرود یا شوهرت هم شهید شده بچه هم شهید شده بچه هم دیران شهید بینی نه نمیتونی من خانه بینی شهید دل در بیشتر شهید در کلی قومی معلوم سلم چه خاله در خانه شته بودیم که یک فقط چیز سرش مفت بچه تو گفت این فقط چیز گفتم که خانه می دو تا در قلب کردیم در دوره زد در روزه قلب کردیم گاو سلام متاسفانه تمام به خانه واسه خانه مونده میشت کار گفتیم تا کوچه برم که این بسیار نمیتونه شغل پا داره مقداری صبرلا رو شتای برای بعد ای برای بعد بچه گوجا بریم 4 روز مادر داری مسجد داریم ابی 10-15-20 بار میلیم بچه او کتا داریم مسجد داریم قرآن رو دست ما گرفتیم خدا یاد کردیم کلمه بالا خواندیم چیزی که الله جان کرد بنده چاره نداره زای بالا یعنی دنداری شیشته قرآن هست بود که دار دیار شیشته زدیم مسجد که احمد بچه بودی فهمیدیم که در کجا بودیم در کجا رفتیم پرده در قضیه لای که موندیم دیگه باوجه یک سوت مکبی یک فیلم مکبی از این دل خیست بعد اون بچه گفت چادر سیاست را به سطح میشید به ابرو هم شید سراشان لیشید امروز چادر بسته کرد اسم بسته کرد مشتکار کل داد سری بام کشید این اومدی خمر دست کنده توت که سر شرخلا کرد که بچه‌ها رسید کشی کرد قیمت سبلای اج ببلاخا قتی بچه کل سری بام کشید در تیاره زنگ زد که بیا می فامیلا کل بکشه کل تی جوره کرد در لای تر کسی دیمش هم تا چاینی هم تیاره هم خیلی پرواز کرد رفت انتری خاک بود راستی نتونست تشکر مادر جان. خداوند صبر بده خدا نجشه برشتون بده. بخیر باشین مادر جان. بخیر باشین بچه‌ها گفته کام که شما ملت در شما کمک کنه شما را خدا نگاه کنه عباد بالای دنیایی. تشکر. خیر ببینید. دوستا واقعا وضعیت فاجعه وار است وضعیت خراب است اینجا دیگه هر کسی را میبینی با هر کسی که سر میخوری بجز از درد غم غصه شهید دیگه چیز دیگه اینجا نیست. بخیر باش.
خب دوستا ما آمدیم در فلول هستیم، در موقع فلول قرار داریم. اینجا میبینین اینجا میگن کلان خانه بوده، قشلاق بوده، هیچ چیز از این آمد از قشلاق باقی نمونده. و در کنار دو تا از دوستای ما هستیم، ببینیم که یا چی گفتنی داره. بیادر خود معرفی میکنی؟ اسم من عبدالله ولد پهلوان از قریه فلور ورسالی برکه ولایت بغلان. بودو باشید در قریه باشیم ما فعلا در قریه فلور هستیم که دیگه فلور باستان یک وقت یک فلولی بودن که دیگه موقعیت زیبایی ازی در جای سرسبز ازی همه کس از این جای دیگه خوشایند بوده و می آمدن و سیل میکردن، تماشای ازی از میوه ازی استفاده میکردن. امروز میبینید شما انجینر صاحب که اینمی منطقه و محیط ما به این رقم به خاک و به لایقه و به سنگ تبدیل شده. دیگه اینجا خانه بوده و زندگی ما بوده. یعنی بالایی را که میبینید این شالوکایی که معلوم میشه اینجا خانه ما بوده. دیگه مادر ما را دیگه میگیره، آب میگیره، سیلاب میگیره، میبره در مکتب سوخته شارنو میبره، اونجا مردم و قومی ها میکشه، شهید شدن. دیگه خانه ما را آشپزخانه و آرد و زندگی ما را برده. اتاق ما را 6 تک داخلش لایقه پر شده، نه پوشاک مونده و نه کمپال و نه توشک و نه دیگه به این رقم یکسان شده که دیگه نه آب نوشیدنی داریم و نه غذای خوردنی داریم. جای به ما نمونده که ما پخته بکنیم و بشینیم و بخوریم. آب پیدا نمیشه که اشتباه بنوشد و بخورد. طفلای ما به او نیاز داره، به جای شتن نیاز داره، به حتی حیوان ما از داخلی لایقه هنوز نبرآمده، در داخلی لایقه بند مونده. بالا در اتاق خود ما دیگه لایقه او پشت پوشاکای خود ما کشیده نمیتونیم. این رقم مشکلات در سر ما مواجه شده. ما دیگه الحمدلله یک چیزی کمکش برای ما رسیده. دیگه بازم شکرگزار هستیم که دیگه خود ما زنده موندیم و دیگه این رقم قسمت و الهی پروردگار رفته بود، این رقم واقعا رفته شده. تشکر بیادر. دوستا قسم میبینین ما کاملا دقیقا در سری زمین همی آدم هستیم که میگفت که اولیم است، خانه است. ببینین اینجا هیچ چیز نمانده. ببین دوستا هیچ چیز نیست. کوچکترین اثر از تعمیر ازی از خانه ازی باقی نمانده. دیگه یک دوست دیگه است امروز ازی هم که بیادر خودم معرفی میکنم. سلام علیکم، من بچه ولد رحمان قل. خانه شما کجاست بیادر؟ خانه ما اینجاست. در سیل شما چی آسیب دیدین؟ در سیل یک زن کاکای مرا بود، یک طفلکش بود. شهید شدن؟ زن شهید شد، خودش در مکه و 1-2 کیلومتری رفته زخمی برآمد. بچه شبم رقم یک بچه 1 ساله داشت زخمی برآمد. دیگه خانه ما را برد. دیگه ما هیچ چیزی دیگه دمون نموند. چیزی از خانه تون باقی مونده؟ چیزی از خانه ما هیچ چیزی باقی نمونده. اون خیمه رو که میبینی کلش اینجا خانه بود، کلش برد، هیچ چیزی دیگه دمون نمونده. تشکر. خب دوستا واقعا من نمیتونم زیادم تو بلند گپ بزنم. آدم بغض میگیره، آدم خسته میشه. آدم اینجا که میای همین فضا رو میبینی، همین هوا رو که فعلا میبینی، هوا خراب است فعلا. این آدم یک احساسی عجیب داره، یک احساسی است که واقعا یک جای آدم کار داره که بوده چیق بزنه، آدم خود تخلیه کنه. واقعا یک فضای بسیار گرفته است، دق است. دیگه نمیتونم از زیاد من چیزی بگویم. خدا شما را آباد داشته باشه. از اینکه زحمت کشیدین اینجا آمدین، یک دنیا وظیفه است. بخیر باشید، سلامت باشید. جا داره تشکری کنم از دوستایی که ما را همراهی کرده، از انجینر صاحب فرامرز و استاد عادی دولتشاهی و آقای نظری و دیگه دوستایی که بودن، رحیمی صاحب و خان محمد خان و دیگه دوستا در این قسمت واقعا همراه ما بسیار همکاری کرده. امکانات نبود، راه نیست، ما را بردن یک مسیر راه ما در سایه هزار پیاده رفتیم و در موتورسیکل با مشکلات زیاد مردم واقعا مواجه است. دیگه جا داره که اینجا از تمام دوستایی که همراه ما همکاری کرده تشکر کنیم. بخیر باشین، سلامت باشین. خب دیگه دوستای عزیز، گزارش ما همینجا به پایان میرسه. ما فعلا در چوک فلول هستیم و آخرین گزارش ما از فلول بود. کار ما از فلول ختم شد. دیگه بخیر میریم سمت پلوخمری و روی برنامه بعدی کار میکنیم. و جا داره که از جناب نظری صاحب که در قسمت رسانه بسیار زحمت کشید، کار کرد، شوار اگر بگویم در طول 2 شب کار نکرده، روی برنامه کار کرده، رئیسه تشکری کنم. خیر بینه، واقعا زحمت کشیده. تشکر نظری جان. تا دیدار بعدم، خداحافظ. نشد.